بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما امروز در برنامه آنلاینی یوتیوبی مرکز اسلامی جمهوری اسلامی قرار داریم و موضوعی که اختیار کردیم در موضوع اخلاق از دیدگاه دین مبین اسلام. البته خود معلوم است که زیور انسانی این اخلاق اسلامی است. انسان با دو چیز عزت دارد و عزیز است، یکی ایمان و دیگری اخلاق. البته انسان فطرتاً یعنی طبیعتاً دارای اخلاق هست. اخلاق فطری از همه اخلاق بالاتر است. ما ببینیم انبیا علیهم السلام همه‌شون دارای اخلاق فطری بودند. پیامبر حضرت موسی علیه السلام یا حضرت دانیال پیامبر علیه السلام یا دیرخواه انبیایی که خداوند منان در قرآن عظیم شان وصف آنها را کرده است، تاریخ کدام آنها را ما ورق نگردانیم می‌بینیم که از زمان طفولیت یک اخلاق حمیده عالی داشتند، صاحب اخلاق عالی انسانی بودند. با این خاطر پشت آنها مردم جمع می‌شدند و دعوت آنها را قبول می‌کردند و از اخلاق آنها استفاده می‌کردند و خود پیامبر علیه السلام در آوان طفولیتش همچنانی که دایه‌های او قصه میکنند مانند دیگر کودکان نبودند. حتی کودکان در وقتی دادن خوراک وقتی خرخشه میکردند او مانند یک مرد آدم کلانسال با حضور دل یعنی صبر و قناعت را پیشه خود میکردند. و خداوند منان هم در قرآن عظیم شان پیامبر صلی الله علیه و سلم را وصف کرده است، تاکید که استعیذ بالله انک لعلی خلق عظیم. یعنی اخلاق پیامبر علیه السلام اخلاق قرآنی است، همچنین که احادیث زیادی در این باره وارد شده است. و ببین که حضرت بی‌عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت میکنند که چند سالی که با همراهی پیامبر علیه السلام عمر بردن یعنی زندگی کردن، میگویند که یگان بار من ندیدم که پیامبر علیه السلام به اون درجه قاه یا قهقه کرده باشند که خلق اون را من دیده باشم. یعنی آداب را در همه حالت پیامبر علیه السلام رعایت میکردند. اخلاق انسانی هم اخلاق فردی میشود، هم اخلاق درباره جمعیت میشد، اجتماع، و هم اخلاق نسبت به محیط و نسبت به حیوانات. همه این چیزها را دین مبین اسلام برای پیروان خود تاکید میکند. دین مبین اسلام دینی است که در عموم و بالخصوص در مسائل اخلاقی بی‌نیاز است، چون که انسانیت را خداوند در بالای زمین آفرید و همه وقت آبادی کره خاکی را میخواهد و هر وقت که انسان از خود میرود یا اینکه تنزل اخلاقی در آنها احساس میشود، خداوند منان پیامبر میفرستاد تا اینکه مردم را برای راست هدایت کنند. ما با تاریخ خود پیامبرمون ببینیم، پیش از آمدن پیامبر علیه السلام خصوصا عرب ها به درجه هرچند که از جهت کلام سخنوری به اوج اعلا رسیده بودند، حتی به اون درجه در سخنوری ماهر بودند، اون چنان بلند شده بودند که قصیده های می سراییدن که همش با یک حرف بود، مثلا با حرف ب یا با حرف جیم. این البته گفتنش آسان است، اما سراییدن و ایجاد کردن این بسیار کاری دشوار است که برای این خیلی سخنوری میگوید. و از طرف دیگر ما ببینیم بسیار تنزل اخلاقی دیده میشه. فرزندهای خود را یعنی خصوصا دخترای خود را زنده به زنده گور میکردن و قرآن هم شاهد این است که استعیذ بالله و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. یعنی دختران خود را به خاطر اون که به دست دشمنان رفتند و برای آنها فرزند تولد نکنند زنده به زنده میگرانیدند. و دیگر افراد بشر هم در دیگران هم از اینها با بدتر زندگی میکردند. مثلا در خود هند ببینیم، اگر همچنین که صاحب تبریزی میگوید وقتی که مرد به هلاک میشد یا که از دنیا چشم میپوشید،
در برابر او همسرش رو زنده به زنده می‌سوزاندند و این رو یک نوع قهرمانی قلمداد می‌کردند. همچنین که صاحب تبریزی می‌گوید که چون زن هندو کسی در عاشقی مردانه است، چون زن هندو کسی در عاشقی مردانه نیست، سوختن بر شمع خفته کاری هر پروانه نیست. و دیگران باشد با از این هم پایان‌تر بودند. و در زمان فعلی هم اگر ما ببینیم از یک طرف انسان با تا ستاره ها تا یعنی جرم‌های آسمانی سر و کار دارند، در ترقی هستند و از طرف دیگر خرابی اخلاق مشاهده می شود. این شرایط فعلی شرایطی نیست که یگان چیز رو پنهان کرده شما ببینیم که یک از این افعال‌های شنیعی که امروز در رواج است حتی ترغیب می شود توسط شبکه‌ها، این همجنسگرایی است یا که تغییر خلقت است که انسان‌ها خلقت خود را به این آن طرف تغییر می دهند. از نگاه دینی البته هر یک فرد مؤمن مسلمان با دو غذا نیاز دارد، یکی غذای معنوی و دیگری غذای مادی. یعنی غذای معنوی انسان این گفت و شنید است که انسان همه وقت مخلوقی هست که فراموشکار است، از این خاطر دائم باید خبردار کرد، آگاه کرد و قرآن عظیم‌شان همه وقت ما را تاکید میکند که ما غافل نشویم. انسان باید در برابر عاقل بودنش، وقتی که انسان عاقل است امور شرعی تکلیفات شرعی بالای او حلول میکند. اگر انسان عقل نداشته باشد او یگان تکالیف شرعی بالای آن نمیفرد. و انسان دو حالت دارد، یک حالتی اختیاری دارد و یک حالتی اضطراری دارد. یعنی حالت اختیاری انسان در شرایط فعلی انجام دادن تکالیف شرعی، یعنی این فرموله در تمام کره خاکی میچرخد. خواه انسان عملهای تکالیف شرعی را انجام میدهد یا انجام نمیدهد، نه مکافات برای انجام دادنش و نه مجازات برای ترکش. اما حالت اضطراری این مصیبت است، یعنی مصیبت یا مشکلات. کسی که نباشد در عالم یا مشکلاتی با او هست، یا مشکلاتی با یک مشکلات خامنخواه روبرو می شود. همچنان که هلالی هم فرموده بودند که هر کس را که در این زمانه غم نیست یا آدم نیست یا از من آدم نیست. اما انسان اگر اخلاق اسلامی داشته باشد، اخلاق دینی داشته باشد و پابند این اخلاق باشد و او را در زندگی خود پیاده کند، یعنی او با راحت زندگی میکند. هر مصیبت یا مشکلاتی که برای میاد میداند که این از جانب خدا است، این تقدیر او است. نه باید اصلا انسانیت نه به خود بدبین باشد و نه به جامعه خود بدبین باشد و نه به محیط خود بدبین باشد، بلکه هر کمبودی که در او سر میزند باید از جانب خودش بداند و برای اصلاح خودش همیشه سعی و کوشش و تلاش کند. خصوصا در مسائل اخلاقی دین مبین اسلام تاکیدات زیاد میکند. حتی ما ببینیم در کتاب‌های اخلاق آمده است که حتی پدر و مادر را تاکید میکنند علمای اخلاق که یعنی پدر و مادر، والدین حتی در حضور طفلی در گهواره بوده باید که معاشرت جنسی خود را انجام ندهد، برای آنکه هرچند طفل خود هم باشد، اگر قابل گفتار هم نباشد، اما مغز سر انسان قابل قبول همه چی را دارد. ایام کودکی از این لحاظ باشد شاید ما ببینیم امرهای شرعی البته توقیفی هستند. ما ببینیم کودک وقتی که تولد میشود شریعت برای والدین دستور میدهد که با گوش راست او باید از آن گفته شود و در گوش چپ او قامت یعنی اقامت گفته شود، به این خاطر که تا اینکه آغاز زندگی او با توحید باشد. از همین لحاظ در وقتی که انسان خاتمه عمرش میرسه، وقتی که محتضر می شود، این چیز رو شریعت برای اطراف بودگی رو تاکید میکنه که برای او تلقین کلمه شهادت کنه، چون که خاتمه عمری هم باید با همین اخلاق اسلامی یعنی با توحید با یک کپرستی یک خدایی باشد. یعنی
این اخلاق دینی اخلاق اسلامی ما است. یعنی به این خاطر تاکید میکند که باید پدر و مادر در حضور طفلی در گهواره بوده این کار را انجام ندهند، به این خاطر که وقتی که اون کودک این منظره رو مشاهده میکند، هرچند او قابل گفتار هم نباشد، وقتی میگویند علامه اخلاق به سن بلاغت میرسد یا فاحش یا فاحشه میشود. از این لحاظ به شریعت نبوی یعنی دین مبین اسلام برای پیروان خودش همه وقت خواهان اخلاق است و فردی که مسلمان باشد و اخلاق‌های اسلامی استفاده کند اگر هم خود در راحت است، هم جامعه او در راحت است، هم محیط زیست، هم دیگر. یعنی نسبت یگان کسی برای او یگان زیان و ضرری نمیرسد، چون که در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن پرسیدن که کدام مسلمان ها از سمت خوبتر است بهتر است؟ گفتن کسی که از دست و زبان او کسی آزار نمی‌یابد. اما امور شرعی که ما ایمانی به غیب داریم، ایمان ما ایمان غیبی است، یعنی ما علم الیقین ایمان داریم. اگر همه تکالیف شرعی عین الیقین اگر اثبات شود، اگر حاصل شود، تکالیف شرعی برداشته می شود. این به این مضمون است که اگر یک فرضاً یک انسان یا که انسان ها اگر به نزد یک آرامگاه یا مقبره بگذرند و از احوال آن قبرستان با خبر شوند، اگر هیچگاه یگان عملی نامشروع از جانب آنها دیده نمی شود. اما ایمان ما ایمانی غیبی است و خداوند هم در قرآن می فرماید که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی مسائل شرعی، مسائلی که سرفهم ما نمی‌رویم و عقل ما به آنها دسترسی پیدا نمی‌کند، باید که از بزرگان، از افراد دانشمند آنها را پرسان شویم. اگر انسان اخلاق اسلامی خود را در زندگی خود پیاده کند، روزهای او روزهای ادامه می‌شود، چون که عارفان بسیار صاحب مسلک المتقین بسیار خوب فرموده است که هر نفس بروز انسان است، گر به یاد حق است عید آن است، گر نباشد به یاد حق هر دم دم مشمارش ماتم است غم. یعنی ما هم فرض دائمی داریم و هر فرضی قایمی داریم. یعنی ذکر کردن، یعنی خداوند را ذکر کردن، این فرض دائمی است. همیشه فرد مسلمان باید زبانش با ذکر خداوند تر باشد. و البته اخلاق در همه حالت برای انسان ضرور است و حتمی است و انسان با همه اخلاق خود از دیگر موجودات فرق میکند. اگر اخلاق حمیده نداشته باشد، خیلی پیشتر هم قید کردیم که فطرتا انسان یعنی طبیعتا انسان دارای اخلاق است، اما اخلاقی که جامعه را بپذیرد و برای جامعه یگان مشکلات ایجاد نکند. اگر عادتا در یک محله یا که در یک قشلاق اگر یک بد اخلاق باشد، همه از او ناراحتند، هم از او در تشویشند. اگر انسان همه صاحب اخلاق باشد، با یک زندگی براحت، یعنی زندگی با سعادت و سر میبرند. برای همین دین مبین اسلام همه وقت ما را تاکید میکند که صاحب اخلاق باشیم و فرزندهای خود را هم در این باره باید دویم نصیحت کرده باشیم که از دیدگاه اخلاقی ما که ما مسلمان و مسلمان زاده هستیم از این بیرون نبریم. این وظیفه فردی و وظیفه شخصی هر یک فردی مسلمان است. یعنی انسان اگر وقتی که با اخلاق خود را اگر تربیت کند، یعنی اخلاق خوب داشته باشد، هم خود در راحت است، هم گفتیم جامعه، و هم در دنیا با راحت زندگی میکنه، هم در آخرت صاحب ثواب و مرتبه بزرگی میشود، چون که اخلاق انسان را به درجه عالی انسانی برده میرسونه و گرایش مردم هم یعنی رو آوردن مردم هم به دین اسلام به سبب اخلاق بود. همچنانه که خداوند منان در قرآن عظیم شان پیامبر صلی الله علیه و سلم را فرمودند که استعیذ بالله در سوره آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلظ القلب لانفضوا من حولك
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. یعنی ببین که به سبب رحمت الهی آنها نرم و یعنی با رحمت الهی نرم و حلیم هستی. اگر زشت و ترش روی و سخت دل می بودی، پس یعنی اصحاب یا که امت این طرف و آن طرف از تو می رفتند. پس آنها را عفو کن و مغفرت بخواه برایشان از خداوند و با آنها. فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. وقتی که قصد عمل رو کردی، توکل کن بر الله تعالی. یقینا الله تعالی توکل کنندگان رو دوست می‌دارد. یعنی از این آیت مبارکه ما ببینیم که خداوند منان پیامبر صلی الله علیه و سلم را با سبب اخلاق حمیده که خداوند برای اون نصیب کرده بود، همین بود که مردم در اطراف تو جمع شدند. یعنی اشاره به این است که انسان در همه حالت‌ها باید که نرم دل باشد. حتی در مسئله باب دعوت هم اگر انسان یک اخلاق و روش دعوت خود را نداند، یعنی به جای فایده به دین ضرر می‌رساند. همچنین که در کتاب‌های اخلاق آمده است که یک نفر یک همسایه‌ای که غیر مسلمان بود و او را دعوت کرد که تا اینکه به دین مسلمانی رو بیارد، یعنی ایمان بیارد، و راضی شد و سحرگاهان او را به نماز بامداد به مسجد دعوت کرد. وقتی میگم وارد مسجد شدن و نماز بامداد را ادا کردن، بعد نماز بامداد برای او دعاهای صبح را دستور دادن که همین ذکرها را باید کرد. وقتی که ذکرها را کردن، وقتی آفتاب برآمد گفتن که نماز اشراق باید خواند و نماز اشراق خواندن. بعد گذشتن ساعت وقتی نماز ظهر را ادا کردن، بعد گفتن که هم قیلوله کردن هم، یعنی خواب نیستی روزی هم خوب است، ثواب است، این سنت است. خلاصه نماز پیشین شد. بعد از نماز پیشین خوراک نیستی روزی خوردن. بعدتر تا نماز عصر ادامه داد. بعد نماز عصر تا شام با ذکرها را برای اون ترغیب کردن و بعد نماز شام با نماز اوابین او را خواندن. خلاصه تا خفتن همراه او همسایه‌شون مانع شدن. وقتی که فردا در او همسایه را صدا کرد، همسایه پرسید که شما کی هستید؟ گفت من همه همسایه مسلمان شما هستم که دیروز همراه یک جویه به مسجد رفته بودیم. گفت شما روین از پشتی کار بار خود شوید که یعنی دین شما دینی برای آدم های بیکار بوده است. یعنی ببین که انسانی که طریقه حتی دعوت کردن را اگر هم خوب ندانند، با جای فایده زیانی برای دین خود وارد میکند. انسان خداوند عقل داده است و توسط عقلش پرسان می شود و همچون در آثار هم آمده است که کلم الناس بقدر عقولهم، یعنی انسان ها با قدر عقل های خودشون باید صحبت کرد، با قدر عقل های آنشون از دیدگاه دینی برای آنها صحبت کرد. وقتی که آنها زمینه دینی ندارند، از آگاهی از دین ندارند، یک باره است. ببین ما خودی همین احکام های شرعی با تدریج برای امت اسلامی فرود آمده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم وقت مردم رو با نرمی و با اخلاق حمیده دعوت میکردند. حتی وقتی که پسر حاتم طای، وقتی که دخترش خواهرشون در دست مسلمانان بود با نام سفینه آمدن، عدی ابن حاتم عدی، پیامبر صلی الله علیه و سلم همون کرپچه بگیم بالای خود می نشست، همراه که تگ پاچه اون کس انداختن. یعنی با وجودی که اون نفر مسلمان هم نبودن، این اخلاق پیامبر علیه السلام رو دیده، یعنی ایمان آوردن و اسلام قبول کردن. یعنی رواج دین، پیشرفت دین، رو آوردن مردم به دین فقط با سبب اخلاق خودی فردی مسلمان است که باید در زندگی هر جا که مسلمان باشد، نو وسط در کجا مسلمان زندگی میکند، در کدام کشور زندگی میکند، در کدام جامعه زندگی میکند، باید مسلمان بودن و اخلاقهای مسلمانی خود را باید فراموش نکند. یعنی اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست.
و فرد مسلمان باید کوشش کند که نسبت دین خود، نسبت اعتقاد خود دیگران را بدخواه و بدنام نکند. برای همین وظیفه هر یک فرد مسلمان است که در امور زندگی خودش از گفته‌های خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم باید که استفاده کند، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بینیم در حدیثی که در موطأ امام مالک رحمت الله علیه آمده است، میگه که بسم الله الرحمن الرحیم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال انما بعثت لاتم حسن الاخلاق، یعنی از طرف خداوند فرستاده شدم که فضایل اخلاقی رو به کمال برسانم. و این چنین عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی تفسیر حسن اخلاق را چنین نموده است که هو طلاقة الوجه و بذل المعروف و کف الاذی، یعنی اخلاق حسن، اخلاق نیک، خوشرویی و به فراخدلی خرج کردن مال و تکلیف ندادن است به کسی. یعنی دایره اخلاق حسنه چقدر وسیع است. لبک. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. دوم سلامتی شما خوب هستین؟ خدا را شکر. سوال داشتم خواستم که از شما پرسیدم. بله گنج. خب درباره کلمه بی‌فراست بسیار میشنویم. کلمه بی‌فراست از شخصان کلانسو معلومات میدادید. بعد سوال دیگری هم داشتم. خب در میان مردم کلمه لعنتی یا که پدر لعنت بسیار استفاده می شود. آیا این مثلا از لحاظ دینی یکان ضرر یا که منفعت دارد؟ سلامت باشی خونگم. خب البته دوست ما سوال میگوید که کلمه بی‌فراست البته در بین خود ما تاجیکان این بسیار مشهور است، شهرت دارد که میگویند که فلان بی‌فراست است یا که بی‌فراستی نکن. فکر میکنم شکل درستش فراست باشد و در اصول هم آمده است که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالی، یعنی از فراست مؤمن پرهیز کنید چون که به نور داده خداوند نظر میکند. یک قصه به یادم آمد. احمد دانش که با نام علامه بزرگ است، با تخلص احمد کله یعنی بسیار شهرت دارد و هم دو شاگرد هم داشتند، یکی با نام نعمت الله و دیگری با نام کرامت الله که قاری حافظان قرآن بودند. و یک رساله هم دارد با نام رساله سلاله منویتیان دوره حکمرانی امیر نصرالله پسر او امیر مظفر. و خود اصبت احمد دانش شخصیت بسیار با نفوذ و خطا نکنم اگر سفیرم با دولت روسیه پادشاهی روان شده بودن، وقتی که میروند پیشرفت ترقیات رو میبینن و میان پیشنهاد میکنن به امارت که ما باید در سمرقند میگوید یک فابریکه قنادی بسازیم چون که میوه‌جات در اونجا نهایت زیاد است. خلاصه اون گپی خبری زیاد دارد. این کتاب سال تقریبا یا 53 چاپ شده باشد یا 52 که او وقت با نام استالین آباد بود. باز این بس خب موضوع در باب فراست بود. همون کتابی که درباره رساله سلاله منویتیان دوره حکمرانی امیر نصرالله پسر امیر مظفر در همونجا یک قصه عجیب میبرد. میگوید که ایام نوروزی بود، همون وقت در زمان خود امیر مظفر هم در عید بهار و همچون عید بهاری در دوام ماه یعنی نوروزی مردم بسیار جمع شده بودن. میگوید یک نفر آمد همونجا نشست در همون معرکه و با یک نفر هم صحبت شد و با نام
احیاس خطا نکنم اگر. و این رساله در هفته‌نامه سمک هم از طرف یک ژورنالیست هم پارچه پارچه چاپ میشد یک سال پیشین. خلاصه میگوید با همراه همون ایاز نشستن و یک صحبتی انجام دادن. گفتن که یک نفری در یک غلامی داشته است و غلام خود را به بازار میارد و بسیار پول قیمت میگوید، یعنی ارزشش را بسیار قیمت میگوید و میگن که این چی هنر دارد، چی مهارت دارد که به این درجه ارزش او را قیمت گفتی. البته این اصلا خیلی غلامداری این مال اسلام نیست. پیش از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم این چیز وجود داشت و به سبب و برکت و نسیم دین مبین اسلام این ستمکاری یا که این ظلم استبداد از بین رفت. چون که ما ببینیم اگر احکام های شرعی را حتی انسان اگر حتی قسم هم میخورد، اگر قسم خود را میشکست، شریعت برای او دستور میداد که باید یک غلام آزاد کنه. چون که آنها میگفتند برادران شما هستند، آنها مانند شما مادران ما را تولد کردند. یعنی چیزی که پیامبر علیه السلام و اصحاب کرام و امت تاکید میکردند، توصیه میکردند که هر چیزی که خود میخرید از آنها را بخرانید و از هر چیزی که خود میپوشید به آنها بپوشانید و از قدرتشون زیادتر آنها را کار نفرمانید، در حق آنها با انصاف باشید. خلاصه میگوید قیمت همون غلام رو بسیار نرخی بلند میگوید و میپرسند که این چی مهارت دارد. میگوید که این 3 هنر دارد. یک هنرش همین است که این حیوان شناس است، البته این چیز مهارت میخواهد. دوم میگوید این کس دورشناس است. سوم هنرش همین که میگوید این آدم شناس است. و تمام مردم هرچند جمع میشن آدمای ثروتمند همون مبلغ پیدا کردن نمیتونن و شاهی همون زمانه میگوید که من اگر به شرط همین گفتگوی شما اگر درست باشد، همین مبلغی که شما از من خواهان طلب میکنید، قیمت گذاری میکنید، همین رو من برای شما پرداخت میکنم. و روزگی رو میدیم. وقتی که میروند میگوید که ما به نزدیکی در کشورمون اسب‌دوانی داریم، به اصطلاح پیکه اسب‌دوانی داریم. میگوید یعنی یک اسب رو بگیرد تربیه کند که ببینیم اگر همین گفتگی شما درست است یا نادرست است. و وقتی که اون رو به همون سایسخانه میبرن، اصلا همون سایسخانه جایی که اسب‌ها رو نگاه کرده میشه. خیلی همین کلمه سیاست هم از همین کلمه است، از بابی دویمی ثلاثی مجرد ساسه یا سوسو سیاست مثلا و معنای نگاهبانی چاروا است. عادت مردم ما هم همون جای اصلا میبسته سایسخانه میگن. لبن آیا سلام علیکم. علیکم السلام. خیلی خدا را شکر. شما نازین تنظیم شده همین یک مورد شما که همین شخصی معذوب چگونه وقتی کشیده باشد؟ شخصی معذوب. خب تمام خلاص. سلامت باشن. لازم جواب شما سوال شما را جواب میدیم شما. خب رحمت. من خب وقتی که با همون سایسخانه میبره اسب‌ها رو میبینن دیگه، اینها در پیکه نمیشه، اینها از تربیت از قانون تربیت بیرون شدن و من خیلی گله اسب‌ها رفته یک اسب رو برای خود اختیار میکنم. وقتی که او رو به همون گله اسب‌ها میبرن یک اسب لاغر رو اختیار میکنه و میگوید که شرط میگذاره، میگوید که تربیه ای به عهده خود من. خلاصه اون اسب رو تربیه میکنه. در همون مدت وقتی اسب دوانی میشه، اسب جای اول رو اشغال میکنه. این یعنی هنری که گفته بود درست برآمد، راست برآمد. دوم پادشاه میگوید که من در همین خزینه خود یک دور دارم، هم دور رو چگونه دور است. وقتی که دور رو میارن، دور رو میبینن، میگن این دور بسیار دور قیمت بها است.
لیکن متاسفانه در داخلش یک سنگ پاسیفت دارد. خودشو امر میکند که درو بشکنه. یکی از وزیرها مخالفت میکند، میگه نخود شما به یک سخن یک غلام حبشی یا درو بشکنید. اما غلام در جواب میگه که شما سخن منی، سخن پادشاه را نشکنید. نه عادتا در بین مردم ما تاجیکان همین گپ هست، دور شکند و سخن نه. من فکر میکنم که شاید که همین سخن از همونجا برآمده باشه. میگه پادشاه که شما را امر کرد بشکنید، سخن پادشاه را نشکنید. خلاصه درو میشکنن که واقعا در داخل همون دور یک سنگ پاسیفت. این هنرشم این اون چیزی که گفت اینم درست میبره. بعد سیم سوالش همین بود که سیم هنری همون غلام همین بود که میگفتن آدم شناس است صاحبش. بعد پادشاه میگه که من چگونه آدم هستم. بعد میگه که من تنها این سخنه برای شما میگویم و دیگه که به شرطی از خون ما گذشت کنیم. پادشاه به این راضی میشه. بعد میگوید که شما اصلا پادشاهزاده نیستین میگه. وقتی که این سخن میگه پادشاه بسیار از این سخن ناراحت میشود و از سبب اون که دو عملی رو که وعده کرده به صاحبش هر دو رو عمیق و دقیق به ایستاد رسانید به نزد مادر خود میشود. همین سخن در بین مردم هم یعنی شهرت دارد که میگن الچند این سخنی نامشروع است، یعنی شرعی نیست. میگن که فرزند را مادرش معین میکند، اما از نگاه شرعی میگن و من نفر ولد زمان تهنیت اشترای آلت ولادتی صح و بعده لعنه. یعنی فقط از نگاه شرعی الولد للفراش و للآخر الحجر. این به این معنی است که یعنی معنای این رو فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی وقتی که یک نفر رو کودکدار میشوند مبارکباد میکنند، همین وقت اگر نفی کند یا که زمانی شروع آلت ولادت وقتی که برای کودک لباس و دیگر چیزهایی که عادتا معمول و هم عرفاً و هم برای خریداری کردن همون وقت نفی کند، از او پدرش نفی میشود و حالت دیگرگون میشود. خلاصه وقتی که مادرش رو بسیار اول به خوبی بعدا به شو به تهدید میگذاره، اگر میگه راستش رو نگوید به قتل میرسونم، تهدید میکنم، مادرش میگه که درست است. وقتی که میگوید من عادتا همین خیلی بود که فقط از پسرها بالای وظیفه میرفتن، یعنی بعدی سری پدر میگوید پدر شما از من فقط دختر تولد میشه. در ایام حاملگی میگوید و من همین خیلی تهدید کرده بودن که اگر باز دختر اگر تولد کنی، به همین خاطر میگم من همون شب همون دایه ها را تحقیق کردم که لبه. سلام علیکم. علیکم السلام. الو گوش کردیستم. الو لبه. من همون دایه ها را همون وقت میگه سفارش دادم که اگر رفت از من دختر تولد شد چی علاج کرده همین را با یک پسر یعنی علیش میکنه. لبه. لبه. سلام علیکم. و علیکم السلام رحمت الله. الو گوش کردیسین؟ الو لبه. لبه. همون شب میگه اتفاقا پسری زنی نامفروش هم میگه یک پسری تولد کردگی بود و همون رو با همین پسر یعنی چیکار کردن میگه علیش کردن و خواهر شما در خانه همون نامفروش هست و شما واقعا میگه پسری نامفروش هستی. بعد این غلام رو میپرسه که تو از کجا این رو فهمیدی، از کجا درک کردی که من شاهزاده نیستم؟ لبه.
سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اوضاعتون پس میاد؟ صد یک سوال داشتیم. بریم الان گپ زنیم و گوش میکنیم شما رو. اوضاعتون پس طرف میاد. خلاص. امی بعضی ها میگن که این سکوت کردن خود اخلاق کرد. امی تو کدوم درجه حق داشته باشه؟ تو کدوم اندازه؟ قبول است. سازی خواهد بعد این سوال شما رو جواب میدیم. خب. سلامت باشین. و بعدا اومده از این غلام حبشی میپرسد که تو چگونه این رو فهمیدی که من شاهزاده نیستم و پسر نانفروشم، یعنی نانوایچی هستم؟ میگوید که وقتی که در معرکه نان میورن، اولین چیزی که حرکتی که شما میکنید از دسترخوان نان رو میگیرید، پشت پهلوی اون رو نظر میکنید، میبینید. یعنی میگوید این عادتی نانفروشا است، یعنی این عادتی شاهزاده ها نیست. یعنی این یک نوع فراست میگن یا فراست میگیم ما، اصل شکل درستش فکر میکنیم فراست باشه، یعنی زیرکی است. یعنی زیرکی است که دین مومن اسلام در این باره کتاب هم داره، کتاب اخلاق المحسنین. در اون باره یک باب هم در این باره هست که هر یک شخصیت رو از قیافش یا که از رفتارش یا از گفتارش میان مشخص میکنه. همچنین که طبیبان سالهای پیشین، البته این دستگاه های امروزه، لابراتوری های امروزه وجود نداشت، با انسان صحبت میکردن، از صحبتشون بیماری او رو میان میکردن که کدام عضو اون بیمار است. این چیز وجود دارد، یا که از ناخن میدیدن یا که از گوش او میدیدن، غالبا از سخن، چون که سخن هم شخصیت انسان رو معلوم میکنه. وقتی که سخن میکردن از سخنگویشون، از حرف زدنشون بیماریشون هم میان میکردن، مشخص میکردن و او را توابه میفرمودن. این یک نوع زیرکی هست که یک چیز طبیعی، یک خدادادی هست که انسان رو به این، یعنی خداوند هر کسی را که عطا کنه با این مهارت، با این روش زندگی خود را ادامه میدهد. یعنی خلاصه معنی همین فراست همین است. برای همین گذشتگان ما همیشه تاکید میکردن که انسان باید با فراست باشه، یعنی باید یک زیرکی داشته باشه، یعنی گرنگ یا که گلو نباشه، یعنی هوشیار باشد. البته این با واسطه گفتیم هم فطری میشود، هم اکتسابی میشود که با واسطه خواندن علم میشود، که چون که علم نور است و جهل نادانی این تاریکی است. و سوال بعدی که برای ما پیشکش کرده شدن، این سوال آخران سوال بابی معذور بود. البته معذور این خود معلوم است که طبیعت انسان هر گونه است، طبیعت آمیخته است، هر کس هر طبیعتی به خود دارد. معذرت میپرسم، یعنی بعضی انسان است که چکچک پیشاب دارن، بعضی است که خود را قپیده نمیتونن، یا بعضی زخمایی دارن که دویم خون آنها روان است، اما آنها بندگان مؤمن و مسلمان هستند، پشت عبادت هستند، عبادت میکنن و برای عبادت خود دلسوز هستند. افرادی که یعنی معذور هستند، آدمان معذور در وقتی کی را معذور میگویند؟ یعنی معذور نفر میگه که به اندازه یک فرض نماز خود را داشته نمیتواند. شریعت برای آنها دین که یسر است، دین که مشقت نیست، دین که مشکلات نیست. به اندازه همان بیماری آنها برای آنها بخشیده است که در حالت همان نماز حتی همان چکچک ریزشی لباس او را به نماز نمیکند و طهارت اون رو فقط خروج وقت میشکند. مثلا یک فرد وقتی که بامداد میدرید، بعد صبح صادق، صبح کاذب میشه و صبح صادق میشه، و امروز در شرایط فعلی همش معین مشخص است که از ساعت چند صبح میدمد، طلوع آفتاب کم میشود، غروب آفتاب کم میشود، همش دقیقاً توسط علم امروزه یعنی حساب کردن معین مشخص شده است. وقتی که در دمیدن بعد صبح طهارت میکند تا برآمدن آفتاب، شریعت برای اجازت میدهد که او یعنی صاحب طهارت است. هر نمازی که فرضی است یا نماز قضایی است، چی نمازی باشد میتواند، یا قرائت قرآن است انجام میدهد. اما فقط شخص معذور امامتی کردن نمیتواند. انسان‌های سالم را، انسان‌هایی که سالم هستند، وقتی که انسان عذر دارد معذور است، این حقی پیش در آمدن ندارد. و دیگر چیزی بسیار ضروری باب پوشیدنی مسیحی است. یعنی مسیحی هم اینها فقط در همون زمان بودگی، وقتی
که برای اونها شریعت معین مشخص کرده است، همون وقت میتونن که از مسیح استفاده کنن. در غیر این صورت نه. اگر رفت یک نفر خونی بینی دارد که دویم خونی بینی او روان است یا دیگر عضوایی که اشاره کردیم اونها هست، بغیر این یگان چیزی دیگر با او عادی شود و برو شود، اگر او طهارتش البته میشکند. و عباره مختصر هم بسیار خوب میگوید که میگوید و شریط کونهما ملبوسین علی طهر تام وقت الحدثی، یعنی بدن همون مسیح در پا و طهر تام باشد. یعنی از این معلوم می شود که طهر هم تام می شود و هم طهری ناقص می شود. شخص معذور رو طهرش طهری ناقص است و طهری ناقص که باشد با طهری ناقص در غیر حالت خودش، در غیر که حالتایی که شریعت برای اون مشخص معین کرده است، بالای اون مسیح مس کشیدن حق ندارد. و این چنین خروج وقت هم اگر پیش فرض کردیم که لا دخوله کز زوال میگه، اگر پیش از زوال اگر طهارت کرد و زوال وقتی نماز پیشین در آمد، اینم به اون حالت میتونه که تا وقتی برآمدن قضا شدن نماز پیشین نماز خود رو ادا کند. و لباسش هم قبلا اشاره کردیم که در دوام همون نمازخوانی خودش لباس او با نماز حساب است، نمازی حساب است و میتونه که نماز خود را ادا کند. فقط مشکلات در همین است که اگر آدمای سالم رو حقی امامتی کردن ندارد. این وابسته به همون طبیعت انسان ها است که انسان یعنی سالمی هم یک نعمتی بی‌بها است. البته انسان گفتیم دو حالت دارد، یک حالت اختیاری دارد، یک حالت اضطراری دارد. این مصیبت یا که بیماری این حالت اختیاری انسان است. یک حکایه هم به یادم آمد، یک نفر دوستی هم داشتیم که در بیمارخانه خواب بود، یعنی بعد شخصی به اصطلاح خوب بود، همه شرایطش نزد بود، اما در حالت بیماری وقتی که بیمار پرسید رفتیم یک سخن عجیبی گفتن که من یعنی در خوردن خوراک رعایت پرهیز رعایت میکنم و جسمم همچنین که میگن مشقای جسمانی هم میکنم و وقتش بیهوده و بهوده خوراک نمیخورم، اما چی این بیماری از کجا برای من پیدا شد؟ همین چیز بسیار چیز تعجب آور است. یعنی انسان بیماری یا مصیبت این در صلاحیت انسان است. این چیزهایی است که انسان میخواهد نمیخواهد بالای او میفرید. همچنانی که وقتی که مولت مقرر کرده خداوند بالای انسان به اتمام رسید، خانه مادر انسان را تولد میکند و وقتی که مقرر کرده این خداوند که به اتمام رسید، انسان خانه خود دنیا را کش می‌بندد. و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان می‌فرماید که انک میتون و انهم میتون، یعنی انسان خانه خود پایان زندگی او مرگ است و مصیبت ها این اختیاری نیستند. خانه خود انسان میخواد نمیخواد بالای او مصیبت میفرید. از این لحاظ اشاره به انسان باید که غافل نباشد. وقتی که انسان غافل شد غافلگیر میشود، باید همه وقت با یاد خدا باشد و ترس خدا در دلش باشد و از عبادت خداوند دوری نجوید. و سوال دیگری که اینجا باریچه درباره شخصی معذور یعنی سکوت کردن. البته ما ببینیم در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این چیز ذکر شده است. در یعنی اکثر حالتایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن یعنی با سکوت بودن. و خود پیامبر علیه و سلام هم در یک حدیث مبارک می‌فرماید که یا سخن خیر بگید یا اینکه سکوت کنید. یکی دیگری اخلاقی اجتماعی همین است که توصیه پیامبر صلی الله علیه و سلم است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ایاکم و ظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا متفق علیه. این حدیث متفق علیه است از حضرت
ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که خودداری که از گمان بد، انسان باید که بدگمان نباشد. یعنی هر سخنی بدگمانی گفته می شود، بسیار سخنی چی است میگن دروغ است، برای که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شأن ای گمان بد بندگان را منع میکند که باید بدگمان نباشند. و دیگر در جستجوی معلومات در حصه دیگران نباشید، ولا تجسس، یعنی عیبجویی کسی را نکنید. ما ببینیم اگر دلخواه انسان به استثنا، اگر انسان یک مدتی قدم به قدم او را نظارت کند، تفتیش کند، تحقیق کند، اگر دلش میموند، دلش خنک میشه. یعنی انسان همه وقت باید اصلاحی خود باشد، یعنی تجسس در خود کند. انسان‌های کامل عیب را در خود می‌بینند، کمالات را در دیگر. انسان ناقص عیب را در دیگران می‌بیند، کمالات را در خود. و در آثار هم آمده است که حبک شیئا یعمی و یسم، یعنی دوست داشتن تو چیزی را کور می‌سازد و کر می‌سازد. یعنی انسان از سبب آنکه خود را از حد زیاد دوست می‌دارد، هیچ وقت کمبودی خود را نمی‌بیند و کمبودی خود را نمی‌شنود. فقط پشتی جستجوی کمبودی عیب دیگران است. ما ببینیم که از نگاه اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید کردند که یعنی شما عیبجویی نکنید، عیب یک نفر رو جستجو نکنید، چون که آنچه که در ظاهرش به قول شیخ سعدی رحمت الله علیه بسیار خوب گفتند که در ظاهرش عیب نمی‌بینم، در باطنش غیب نمی‌دانم. عیبجویی کسی را نکنید و بین خودتون تناجش نکنید و بغض نکنید. خب بندگان خداوند شید و زندگی برادرانه را به سر ببرید. یعنی تحسس چنین معنا کردن که یعنی گوش گرفتن یا که نظر انداختن. مقصد ارشاد نبوی این است که گوش گرفتن به سخنان کسی، سخنان یک کسی گوش میکنه، بعدها طبیعت بشری چین است، خب بالای اون یک سخن دیگه خود علاوه میکنه و تا اینکه او را از نظر مردم دور کند یا که به ارزش کند در بین مردم این سخن را پریشان میکند که این خلاف ایمان و خلاف مسلمانی است. و دیگر تجسس یعنی عیبجویی کردن کسی که کدام وقتی از او یگان عیب، یگان ضعف، یگان خطایی که ظاهر شده باشد همه را میخواهد در بین مردم در آوازه و دروازه کند تا اینکه شخصیت او را از بین ببرد. یعنی البته خود انسان مرکب از سهو و خطا است. خانه‌ها انسان یا سهو یا خطای در حیات و در زندگی او سر میزند و برای این خداوند توبه فرموده است. وقتی انسان یک کمبودی از او سر میزند و باید که توبه کند. توبه کردن از همه مخالفت ها برای انسان ضرور است. فرض است که وقتی کار خلافی که از او سر زد باید که از این کار خلاف رو به درگاه خداوند بیاره توبه کنه. توبه چی است؟ توبه این پشیمانی. وقتی که انسان توبه میکند، توبه کننده از گناه مثل نفری هست که از تایب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی مثل کسی است که از او گناه سر نزده باشد. وقتی که توبه او توبه نصوح باشد، یعنی توبه مخلصانه باشد. چون بزرگان هم میگویند که اگر توبه تو نصوح باشد زان توبه تو را فتوح باشد. و توبه با چی می شود؟ توبه هم با زبان می شود که انسان استغفار میکند، استغفرالله میگوید، توبه میکند. و توبه با وجود یعنی با بدن می شود که دیم بار قصد اراده آن کار نمیکند. و توبه با دل می شود که نسبت همون عمل زشت، همون عمل نامشروع انسان باید چی باشد؟ دوباره فکر و خیال انجام دادن آن کار نکند. ولی انسان وقتی که توبه کننده است و توبه میکند و عیبجویی نمیکند، رو به خدا میارد، البته از جمله بندگان نیکی درباره خداوند میشود. وقتی که از این کارهای ناشایه میخود، از این کارهای به منطق یا به معنای خود دست میکشه و رو به درگاه خداوند میبرد.
و دیگر تناجوش. این لفظ اصلا در بازارها بسیارتر مشاهده می شود، یعنی با خرید و فروختن تعلق دارد که یک انسان در عادتی ما تاجیک‌ها میگن که بازار تیزه کردن، یعنی هر چیز رو خریداری کردنی نیست، همون چیز رو خریدنی نیست، اما تیزه میکنن مردم رو که من همین رو با همین قیمت میخرم تا اینکه دیگر مردم دیگر سراسیمه شوند یا که به همین سخنان دروغی او باور کنند و اون مال رو خریداری کنند که این هم از عادتی فردی مسلمان نیست. باید مسلمان از این کارا دوری بجوید. و در مسئله معرفت اخلاق مؤمنانه حدیث روایت است که بسم الله الرحمن الرحیم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ثلاث من اخلاق الایمان من اذا غضب لم يدخله غضبه في باطل و من اذا رضي لم يخرجه رضاه من حق و من اذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. یعنی در مشکات از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه حدیث روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که سه چیز از جمله اخلاق مؤمنان است. یعنی هر فردی که مؤمن است این سه اخلاق را در خود دارد. اول اینکه یک شخص وقتی که خشمگین می شود لیکن خشم او را در عمل ناجایز داخل نکند، یعنی از خود نرود. دوم اینکه از حد نگذراند. وقتی که خوشحال می شود خوشی هم او را از دایره حق خارج نکند. سوم اینکه با وجود قدرت وقتی توان دارد چیزی کسی را قبضه نکند که حق او نباشد. این هم از کارهایی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم اخلاق مؤمنان را به این چیز تاکید کردند و وصف کردند و گفتند که باید فرد مؤمن دارای این اخلاق ها باشد. و در حدیث دیگری که از ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم قال لا تصاحب الی مؤمنا ولا یأکل طعامک الی تقی. از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که می‌فرماید که یقینا از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود دوستی و رفاقت نکن مگر با مؤمن و باید طعام تو را نخورد مگر متقی و شخصی با تقوا. برای یعنی اخلاق حسنه حاصل کردن یعنی طریقه های زیاد است. از این یک قصه در میرقات شهر مشکات آمده است که یک نفری که سرمایه داشت و به نزد یک به قول توجیکوب نزد پیری خودش آمد و گفت که من یک مقدار سرمایه دارم و میخوام که سرمایه خود رو به یک موی صرف کنم و چند تنگه‌ای بود در کی بودم و به کی صرف کنم. پیشون به او فرمودن که همین سحری روی کدامی که از پیش شما برآمد یکم با او واخوری کرده و دستی همون یعنی دارایی خود را همون چیزی که نیتی صدقه کردن داره در همون بدهید. وقتی که میروند معذرت میخوام یک مرد نابینا برآمد میگوید و همون پیسه را به دست همون داد. با راهی همون هم یک به همون راه با کار میرفتن. وقتی که فردا رفتن که دیدن آدم بسیار جمع شده است و همون مرد نابینا سخن کرده ایستاده. وقتی که پیشتر میرن میگوید که دینا یک نفرم به من چند پول و پیسه داد و این رو بوده در یک کاری فحش صرف کردم فلان همون اخلاقی فاحشگی و اخلاقی بد نقل کردن و از این بسیار این مرد خجالت میشه و میاد میگوید که با قول توجیکو میگن که پیرو میگه بود همین فرمودی بود و همین خیلی دست یک نفر دادم سری آمدم همین کار شد. بسیار از این من خجالت شدم. این چی توصیه بود این چی کار بود. بعد اون نفرم یک پیرشونم یک تنگه به اون میتید دیگه بر همین را کدام نفری که امروز از دمی را یک کلم یکم شخصی که برآمد در همون پول مرا دی عطا کن بتش دو بخش به من بخشش کن. وقتی میگه رفت که سری دید یک آدم از یک چهاردیواری ویرانه از یک خانه اومده ایستاده بود و دست همون داد گشته آدم باز گشته همون خانه ویرانه رفت و برآمده رفت که فریادش کرد پرسید که اون چی سیر است. شما از همونجا آمدید وقتی که
پیسه های مرا گرفتید. ما گشته به همون خانه وارد شدید. گفت که من در خانه یگان چیزی خوردنی نداشت. کودکان همین سحر یگان چیزی نبود که کودکان گرسنه بودند، حالت تنگی زندگی بود. از همونجا یک مرغ مرده را یافته بودن، خواستم که همون را برده در کودکان، یعنی خوراک کودکان کرده، یعنی قناعت اون را قناعتمند کنند. وقتی شما این پول برای من دادید، دیگه استفاده من از اون گوشت حرام ممنوع است، حرام است، ممکن نیست. به همین خاطر ما رو بوده در جای خودش پرداختن و این پیسه که شما برای من دادید، من به این خوراکی خوردنی خریده بوده به خانه و فرزندان بوده میرسونم. بعد آمده قصه رو فردا به نزد همون شخصی که از اون پرسان شده بود و همون قصه کرد. گفت که همین خیلی من بردم پول دادم، همین خیلی شما پول دادین، پول داده شما چون شد. بعد میگوید که گوش کن، یعنی همین است، هر چیزی که از روی حلال انسان به دست میارد در روی حلال صرف می شود و هر چیزی که انسان از روی حرام مییابد باز در روی حرام صرف می شود. این پول شما که از روی روی نامشروع بود در جای نامشروع صرف شد و پول من از مهنت حلال و از مهنت یعنی کف دست خودم، از خدمت دست خودم بعد مهنت حلال دست خودم بود در جای حلال صرف شد. یعنی اشاره واسه این است که از این حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن یعنی طعامک الا تقیون، یعنی اشاره واسه این است که یعنی پرهیزگار باید از کارهای حرام، از کارهای نامشروع، از کارهایی که خلاف شریعت است البته او دوری میجوید و کوشش میکند که بر راه راست هدایت شود. و در یک حدیث دیگه هم آمده است که یک شخص نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلام اومد و عرض کردن که یا رسول الله من 4 عادت زشت دارم. گفتن یکی که بدکاری، دوم شرابخوری، سوم دزدی میکنم، گفتن چهارم گفتن دروغ میگویم. شما گفتن همینا رو یک تا همینا برای من ترکش رو توصیه کنید که کدام این کارها رو من ترک کنم که دوم بار به این عهد پیمان کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش فرمودن که از دروغ گفتن پرهیز کن، یعنی دروغ رو ترک گفتن. او همین وعده ترک دروغ رو داد که وقتی که شب شد میگه به شرابخوری اراده کرد و متوجه به کار نامشروع شد. در این وقت فکر کرد که اگر فردا پیامبر صلی الله علیه و سلم با از من بپرسد که آیا این شب شراب نوشیدی یا که کار فحشا کردی یا خیر، پس اگر در جواب گفتن اقرار کنم سزای خود رو میگیرم و اگر دروغ بگیم عهد و پیمان خود رو شکسته باشم اگر مخالفت کنم. به همین فکر هر دو ترک کرد. باز حصه زیاد شب گذشت، میگه قصد کرد که برای سرقت برآید، یعنی برای دزدی کردن برآید. در این وقت فکر کرد که اگر فردا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از من بپرسد پس در جواب چی بگویم؟ اگر اقرار کنم یعنی همچون که معل اومده است در شریعت، یعنی برای دزد را دستش را قطع میکند و اگر این کار کنم گفتن با نقض عهد میشود، یعنی شکستنی پیمان میشود. پس به اثر این فکر از اون عملی بد هم دست بردار شد. وقتی که صبح شد در خدمت اون حضرت صلی الله علیه و سلم حاضر شد و عرض نمود که یا رسول الله به سبب نگفتن دروغ از تمام اعمال نجات یافتم. یعنی ببین که منشأ اکثر عملهای نامشروع و نامطلوب این دروغ گفتن است. انسان اگر از دروغ بپرهیزد از تمام عملهای نامشروع نجات می‌یابد و نجات هم در همین صدق راست قولی است. یعنی فرد مومن باید همیشه راست گفتن، عادت راست گفتن رو انسان رو نجات می‌دهد از بسیاری بدی‌ها. کسی که راستگو باشد می‌کوشد که تا از هر نوع بدی خودداری کند و دائما صادق باشد و همیشه راستگو باشد و با ایمان باشد و دائم وفا میکنه بر وعده خود. و اشاره به این است که در حدیث دیگری هم آمده است که یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در خدمت پیامبر علیه السلام بودیم و برای ما وصیت کن، گفتن که ولا تسبن دشنام مده. میگوید
اصحاب کرام صادق بودند، چون که قرآن عظیم شان آنها را وصف میکند که استعیذ بالله رضی الله تعالی عنهم و رضوا عنه، یعنی خداوند از اونها راضی بود و آنها هم از خداوند راضی هستند. یعنی با این سبب میگه بعد همین من یگان انسان یگان غلام حتی او دوره چخیلی گفتیم قبلا و یگان حیوان حتی دیگر بعد همین عهد و پیمان کردگی خود دشنام نکردم. خداوند همه ما و شما را به اخلاقهای سالم نصیب روزی بگرداند، توفیق بر طاعت، پرهیزی از معصیت کرامت فرماید برحمتک یا ارحم الراحمین.